درود دوستان، آزی هستم با یک انرژی خوانی دیگه. امروز در خدمتتون هستم و میخوایم اعتراف بگیریم. از کی؟ از کیس احساسی، از اعترافاتی که در واقع داره کیس عاطفی شما. خب این کیس عاطفی میتونه همسرتون باشه، میتونه پارتنرتون باشه، میتونه دوست پسرتون یا دوست دخترتون باشه، یا حتی کراشتون، و یا کیس احساسی که ازش جدا شده. دوستان عزیزم، نیت کنید، میریم که شروع میکنیم. نیت هاتون رو مثل همیشه همسو بکنید و یکی از راه‌های همسو شدن با انرژی من این هستش که دوستان توجه کنید به کارت ها و نیت کنید، و اگر میخواین دقیق براتون در بیاد این انرژی خوانی یا عکسی اگه ازش دارید و یا اینکه متمرکز بشید توی ذهنتون، تداعی کنید اون شخص رو و میریم که اعترافاتش رو بشنویم. بریم که شروع کنیم. دوستان عزیز، چشمتون رو ببندید، نیت کنید و بریم ببینیم که اعترافات کیس احساسی شما. کارت ها عجله دارن، چی هستش؟ خب به نام خدا، اعترافات کیس احساسی دوستانمون چی هست؟ اون شخصی که همکنون بهش فکر میکنن دوستانمون و میخوایم که در موردش انرژی خوانی انجام بدیم. اعترافشون به دوستان عزیز ما، سابسکرایبر های ما چی هستش؟ یه دونه دیگه. یک کارت دیگه میخوایم. اوپس، چقدر درد دل داره. ما میگیم یه دونه دوتا میده. خب اوکی، کارت رو من به این شکل میذارم. بریم بازم کارت بگیریم از کائنات و انرژی های برتر. تقاضا داریم که ما رو در انرژی خوانی امروز هدایت کنن و بهترین آگاهی ها و دقیق ترین آگاهی ها رو که دوستان ما برای شنیدنش آماده هستند رو در اختیارمون بذارن. از کائنات و انرژی های برتر تقاضا میکنیم که تصور کنید که کیس احساسی شما روبروتون نشسته. کلا هم میخوایم زیر زبونش رو بکشیم و اینکه ازش اعتراف بگیریم. من چیزی که دارم میبینم برای یک عده این هستش که این ریلیشنشیپ انگار با کارت هنگمن داره نشون میده که کلا معلق مونده. یه سری از شماها
نه از این رابطه خارج شدید و نه تکلیفتون تو این رابطه مشخصه. عددی که دارم اینجا میبینم 5 تا 7 وعده هست که شما توی یک ریلیشنشیپی هستید. مدتی که دارم بهتون میگم 5 وعده طولانیه، مثل 5 سال، 5 تا 8 وعده. و این که من میبینم این ریلیشنشیپ خیلی خیلی طولانی شده، این رابطه خیلی خیلی طولانی شده و شما توی این رابطه دوست عزیز یه سری از شماها خسته شدید، نه دلتون میاد از این رابطه بیاید بیرون و نه اینکه توی این رابطه تکلیفتون مشخصه و چیزی که از پارتنرتون و از شریک عاطفیتون، از اون کیس احساسیتون خواستید این بوده که تکلیف منو مشخص کن. با کارت اول داره نشون میده به من که شما بارها ازش خواستی، ازش تقاضا کردی که فلانی من دیگه خسته شدم توی این رابطه، میخوای چی کار کنی؟ میخوای این رابطه رو ادامه بدی؟ اما خب یک هدفی روش باید داشته باشی. این رابطه برای بعضی از شما اصلا هدفی نداره. میتونم بگم 5 تا 8 وعده که شما توی این رابطه هستید و تکلیفتون مشخصه. طرف عاطفیتون به شما نگفته برنامه‌اش برای این ریلیشنشیپ و رابطه چی هست. برای یک سریاتون هم دوستان که میدون قراره چه اتفاقی بیفته، این رابطه بازم بلند مدتیه، اما مصرف میکنه این شخص. و که من چیزی که میتونم بگم این هستش که سری از شما دوستان طرف مقابلشون و کیس احساسیشون، خب میتونم بگم که شرایط مالی رو بهانه کرده. حالا من میگم بهانه نیست و بهانه نبوده، یعنی کلاً توی رابطه میگه من الان هدفم این هستش که از نظر مالی وضعیتم مناسب باشه تا بتونیم با هم دیگه یک برنامه دیگه رو داشته باشیم. حالا برنامه ازدواج میتونه باشه. یه سری از شما دوستان حتی میبینم یه مدت توی این رابطه بودید و با پارتنرتون، اون شریک احساسیتون زندگی کردید. خب اما چیزی که داره به من نشون میده که وعده هست که من میبینم از این رابطه اومدید بیرون یا حتی مهاجرت کردید. یعنی اینقدر این رابطه طولانی شد و شما انگار که برای بعضیاتون دارم میبینم که قصد مهاجرت داشتید، مهاجرت کردید و الان فاصله مکانی دارید با هم، اما همچنان این شخص توی فکرتون هست و بهش فکر میکنید و اینکه خیلی خیلی من میبینم حال روحیتون خیلی خراب، یعنی خراب این شخص، اینجوری بگم از فکر کردن بهش بیرون نمیاد. چیزی براتون بوده برای اون سریتون که مهاجرت کردید، به خودت گفتی خب من مهاجرت میکنم میرم، حالا برنامه زندگی مدار. اما بعد از مهاجرت، یعنی قبل از اینکه مهاجرت کنی به خودت میگفتی که خب من میرم یه جای دیگه، بالاخره زندگیه، ممکنه که با یه شخص دیگه من آشنا بشم. اما از وقتی هم که مهاجرت کردی من میبینم که هنوز داری به این شخص مقابلت یا اون پارتنر احساسی که ازش جدا شدی فکر میکنی و واقعا میگی یا اون هیچ کس دیگه.
و سعی کردی که خودت رو قوی نشون بدی. چیزی که هست میتونم بگم که خیلی سعی خودت رو کردی که توی این پروسه خودت قوی نشون بدی. خیلی از شماها من میبینم که دوستان از کیس عاطفیتون در حال حاضر به صورت موقت جدا شدید، حتی میگم باهاش زندگی میکردید، الان ازش جدا شدید، اما برای اینکه به تعادل برسونید زندگیتون رو، یعنی فکر میکردید که با جدا شدن میتونید زندگیتون رو به تعادل برسونید و دنبال حالا یک شخص دیگه توی زندگیتون باشید یا دنبال این باشید که کائنات و حالا جهان هستی یک شخص دیگه رو سر راهتون بذارن، اما باز هم این اتفاق نیفتاد. شما همچنان به فکر این شخصی هستید که میتونم بگم ممکنه یکی از بهانه‌هاش اون مسائل مالی و حالا مالی و اقتصادی بوده باشه. یه سری از این اشخاص من میبینم که آقایون هستن که یعنی شما اگر آقایی هستید که دارید گوش میدید این انرژی خانم، این میتونه در مورد شما باشه و خانم ها در مورد آقایون هست که باهاشون در ارتباط هستید. شما آقای محترم از نظر وضعیت مالی وضعیت خوب نبود و برای همین هست که این مسئله عشق رو به تعویق انداختی و هی امروز فردا کردی و این شخص گذشته رفت. خب شما آقایون من میبینم خانواده هاتون مشکل داشتن با این عشق که شما انتخاب کردید و چیزی که به شما گوشزد کردن، یعنی از خانواده‌تون اون کامنتی که این بودش که این شخص از تو شاید سنش بیشتره، این شخص خانواده‌اش از نظر فرهنگی شاید با هم دیگه جور نیستیم، از نظر مالی شاید با هم دیگه جور نیستیم و به هر حال رو به شما گفتن و این رو به شما گوشزد کردن که فلانی تو توی تله این نقطه از تله این شخص بکش بیرون. خب یعنی چیزی که حالا میتونم بگم اگر خانواده‌تون مشکل داشته، بیشتر تو مشکل پولی و اقتصادی بزرگتری مسئله زندگیتون بوده، یعنی بیشتر این رو منشن کرده، بیشتر این رو گفت. من میبینم حالا برای اکثرتون این رابطه به صورت موقت از هم جدا هست، اشخاصی که با هم هستید، دارید با هم زندگی میکنید، حتی یا در کنار هم هستید دارید با هم زندگی میکنید. چیزی که هست اینه که شما در کنار عشقتون هستید به قول معروف، اما دارید باهاش زندگی میکنید، حالا با اون خانم یا با اون آقا، اما این رابطه که یکی از دو طرف یه جورایی خسته شد این رابطه. چیزی که داره نشون میده این هستش به من که خیلیاتون میترسید که در مورد حتی قدم بعدیتون بخواین حرف بزنید با پارتنرتون، چون اصلا چون این مسئله خیلی زمان برده، خب دیگه از اینکه بخواین با طرف مقابلتون حتی حرف بزنید بگی مثلا فلانی و میشه که مثلا حالا ما این رابطه رو نگفته تا آخرش نگفته، طرف مقابلشون دیگه دوست نداشتن. خب من میترسم که حرف بزنم، خب یعنی واقعا که صبر و تحمل این شخص تموم شده و با فشاری میکنی آقایی که نظر مادی حالا بهانه که نه، ولی یه جورایی با پارتنر
تموم کردید یا روی پاز گذاشتید این وضعیت ریلیشنشیپ و میگید که من بهش گفتم میدونی که وضعیت مالی وضعیت خوبی نیست، من بهش گفتم و میترسم از اینکه بخوام دیگه با این شخص حرف بزنم. میگی من فکر میکنم قبل از اینکه حرف بزنم، من قبل از اینکه عمل کنم، قبل از اینکه اقدام کنم، قبل از اینکه بیام خواستگاری، قبل از اینکه بخوام این ریلیشنشیپ رو به یک حالا سامونی بدم، یه چیزی که پارتنر شما بیشتر انگار تمایل داره بهش، چیزی که از شما خواسته، میگی من بیشتر فکر میکنم تا حرف بزنم. الان شرایط جور نیست. دوستان عزیزی که میگم اصلا کلی اگر بخوام من بگم توی این ریدینگ چی من میبینم، این هستش که دیگه کلمات باعث صدمه زدن و آزار طرف این مقابل شما میشه. دوستان حالا اگر خانم هستی، دیگه پارتنرت میگه دیگه نگو، من همه اینا رو گفتی، همه رو میدونم و دیگه خسته شدم. و اگر به عکس آقای هستی، همین رو میگی و دیگه فکر میکنی محاوره و مکالمه بیشتر از این باعث صدمه زدن بیشتر به این رابطه میشه. و اما چیزی که تو دلت هست، شمایی که حتی از شریک عاطفیت و اون پارتنر احساسیت حتی جدا شدید بعضیاتون، یه سریاتون، اما هنوز کشش دارید به اون سمت. اگه آقا هستی که داری به طرف مقابلت میگی که I'm obsessed with your body، دلم واسه تنگ شده، یه جورایی از نظر احساسی و جنسی غریزه خیلی زیادی رو داری به این شخص. اما چیزی که من میبینم توی اون شهودم، میبینم که شما حتی اگر با طرف داری زندگی میکنی، طرف مقابلت برای یک مدتی هستش که اصلا این مسئله جنسی و مسئله احساسی و جنسی که همیشه من فکر کنم درسته که مهمترین پارت یک کامل شدن یک ریلیشنشیپ نیست، مهمترین نیست، خیلی چیزها مهمتر هستن توی یک رابطه. ماهایی که هنوز توی رابطه هستید کمرنگ شده و میگم یه جورایی بینتون خیلی سرد شده و طرف مقابلتون داره میگه که برای شماهایی که حتی با هم زندگی میکنید اما رابطه سرد شده، برای اونهایی که از هم جدا شدید و این رابطه روی پاز قرار گرفته اما هنوز میبینم تو فکر هم دیگه هستید و حتی اونهایی که رفتید. و خیلی جالبه با کارت Knight of Pentacles طرف احساسی مذکر ما داره به یه سمت میره و طرف احساسی خانومم بارشو بسته و داره میره. اما چیزی که هست، چیزی که من دارم اینجا میبینم این هستش که در هر صورت شما دلتون برای این شخص خیلی تنگ شد، حتی خیلی دلتون میخواد که با این شخص ارتباط جنسی داشته باشید، خیلی وقتی که این ارتباط نبوده بینتون و نسبت به طرف مقابلتون خیلی حساس هستید، هنوز حساس هستید. میگه I'm very jealous person، خیلی حساس هستی، خیلی حسادت میکنی. درسته خودت توی اون رابطه شاید کم رنگ هستی و توی اون رابطه نیستی، اما چیزی که من میبینم میگی من شاید الان کم رنگ باشم اما تو هنوز نسبت به تو حساسم و هنوز به بودن با تو دلم نمیخواد کس دیگه ای با تو باشه، چون نسبت به تو حساس هستم، نسبت به آدم ها و افرادی که حالا نسبت به تو
حالا یک ابراز علاقه میخواهن بکنن یا در حال ابراز علاقه هستند، من جلس هستم، حسادت هم میشه. و چیزی که من میبینم این شخص اگر شما خانم هستید شما رو داره چکتون میکنه دوستان، یعنی واقعا دوستتون داره. چیزی که من میبینم این هست و خیلی نسبت بهتون علاقه داره. اما خب با کارت هنگمن چیزی که نشون میده این هستش که میگه من دست و پام بسته است، چی کار میتونم بکنم. و با کارت The World نشون میده، با کارت جهان، که من باید تعادلم رو اول به دست بیارم، اول احساس کنم به این که میتونم یک زندگی رو اداره کنم. خب بریم ببینیم که دیگه چه احساسی نسبت به شما داره و دیگه چه حسی نسبت به شما داره بچه‌ها، دوستان عزیز. و چیزی که هست خیلی دو طرفتون ناراحت هستید. ببینیم دیگه چه احساسی طرف مقابل داره به دوستامون. Two of Pentacles. اصلا این مسئلهش پول اصلا پول و مادیات توی این رابطه، یعنی توی بیشتر شماها مسئله مالیه که مشکل به وجود آورده. مشکل اصلی این هستش و یه چیز دیگه هم که هست، شما فکر میکنید که طرف مقابلتون، خب خیلی از شما فکر میکنید طرف مقابلتون جفت روحی شماست، یعنی اون نباشه شما هم نیستید. یعنی حس میکنید هیچ کس دیگه ای نمیتونه جای اون رو توی زندگیتون پر کنه. و شما اگه یک ترازو داشته باشیم، یک کفش شما هستید، یک کفش اون شخص هست. یعنی اینقدر همدیگر رو دوست داری و واقعا دوستتون داره پارتنرتون و بهتون علاقه داره. بچه ها، دوستان عزیز، خیلی من میبینم خیلیاتون توی این رابطه خیلی صبوری کردید، خیلی صبوری کردید دوستان. این شخص میگه که من تا زمانی که از نظر مالی وضعیتم اوکی نباشه، کارمو نداشته باشم، توی بعضی از دوستان خانواده‌اش انگار خیلی براش مهمن و میگه تمام شرایط باید جور باشه تا من بتونم قدم دیگه‌ای، یک قدم بزرگتری بردارم توی این رابطه. میگه من آماده هستم، اما زمانی که کائنات دست یاری به من بدن و من بتونم در واقع خودم رو به تو اثبات کنم. چیزی که میگه من واقعا صمیمانه دوستت دارم، بهت علاقه دارم، عشقم عشق آتشینی هست و پرشور و توی این رابطه شور و شوق زیادی دارم. و اینکه ببینیم دیگه چی میگه این شخص عاطفی، دیگه چه حرفای دیگه ای داره. خب 3 تا کارت براتون دوستان در اومده. کارت ها تقریبا یه جور در میان. کارت هایی که چیدم همه دارن از این میگن که کارت خانواده، اگه من بهتون نشون بدم، 6 of Cups برعکس در اومده. میگه من به فکر این هستم که روابطم رو با تو محکم تر کنم، این رابطه رو محکم تر با تو بسازم، اما
و عاشقت هستم، دوستت دارم، اما کارت لاف هم حتی برعکس در اومده، میگه که من الان شرایطی نیست که بتونم و تو باید منو درک کنی. میگه اگر منو دوستم داری باید درک کنی منو و اینجور که من هستم منو قبول کنی و این رو بدونی که من تو رو دوستت دارم، تا آخر دنیام دوستت دارم، اما در حال حاضر حکم معلق بودن رو دارم و دست و پام بسته است، نمیتونم. و 8 کاپ و 8 جام برعکس براش در اومده و داره اینها دوباره همون کارت ها رو تکرار میکنه که بهتون گفتم و خبر از این میده که این شخص واقعا دوستتون داره. میگه من یک کمکی میخوام از کائنات. خیلی جالبه، این شخص میگه من یک کمکی از کائنات میخوام، از انرژی های برتر میخوام که خودش احساس میکنه یک ترازو هستید که یک سمت شما هستید و یک سمتشون. میگه من یک کمکی میخوام از نیروهای برتر و فرشتگان و کائنات که دست کائنات ما رو به هم برسونه. و ببینم دیگه من چی میبینم برای اون دوستایی که توی رابطه هستن. توی رابطه اگر هستید، زن و شوهر هستید، من این رو کم رنگتر گفتم چون بیشتر فوکسم رو گذاشته بودم رو دوستانی که حالا کات هستن و رابطهشون حالا به هر حال کم رنگ شده. اما چیزی که من در مورد شماهایی که تو رابطه هستید باز داره نشون میده که یک مشکل مالی، یک بستگی مالی توی زندگیتون به وجود اومده و این طرف مقابلتون رو یه جورایی از اینکه ابراز علاقه بهتون بکنه، از اینکه بخواد مثلا وقت بیشتری باهاتون بگذرونه، یه مقدار این رو کم رنگتر نشون میده. من اشخاصی رو میبینم که بیشتر میتونم بگم خانوم هستند و شکایت دارن از اینکه همسرم وقت زیادی رو با من نمیگذرونه و همش دنبال پول درآوردن هستش و این میتونه طرف مقابل شما هم باشه که داره این حرفا رو به شما میزنه، این گفته ها رو برای شما داره میگه من الان شرایط مالی رو باید مثل کفه های ترازو، درسته که تو عشق منی، درسته که من خیلی دوست دارم بیشتر باهات وقت بذارم، اما این ور قضیه برای در واقع این که بخوایم خانه و خانوادم رو محکم کنیم احتیاج دارم که در واقع روی مسائل مالیمونم کار بکنم. اگر من وقتی رو میذارم بیرون از خونه میرم دنبال کار یا اینکه ابراز علاقم به تو کم رنگ هستش، این نیستش که من تو رو دوستت ندارم. تو عشق زندگی من هستی و من از بودن با تو و لمس کردن تو و حتی از اینکه من میبینم شما دوستان گفتم توی انرژی خانی، توی کارت‌های قبل که حتی شما خیلی شکوه و شکایت کردی که نه منو دوست نداری و اگه دوست داشتی چرا با من وقت نمیگذرونی و حتی و ایشون حرفی که زده به شما این بوده که چیزی که داره میگه اینه که میگه من سعی کن که یک مقدار صبوری کنی و اینو برای همتون دارم میگم، باید صبوری کنید توی این رابطه دوستان و چیزی که طرف مقابلتون از شما میخواد این هستش که صبوری کنید و یک مقدار طرف مقابلتون رو درک کنید، موقعیتش رو درک کنید و اینکه چون شخصی که طرف مقابل شماست واقعا به شما علاقه داره و شما رو برای خودش میخواد و اینکه من میبینم در تلاش هست برای اینکه همه چی رو درست کنه و در واقع
بخواد حالا به شما برسه یا اگه با شما هستش وقت بیشتری رو با شما بذاره دوستان. و دیگه ببینیم که آیا حرف دیگه و سخن دیگه ای هم داره بزنه. Nine of Swords چیزی که داره نشون میده این هستش که میگه من دیگه اخاب و خوراک افتادم. برای شماهایی که توی زندگی با ایشون نیستید و در حال حاضر رابطتون کات شده، میگه من اصلا از زمانی که تو رفتی من نه خواب دارم، نه خوراک دارم، نه آسایش. یعنی اینجوری بگم خیلی دوستتون داره. و دیدیم که توی کارت ها این کارت help from above در واقع در اومده بود، یک کمکی از بالا. ببینیم که آیا کائنات و انرژی های مثبت این عشق رو به هم وصل میدن؟ آیا این مسائل، حالا هر مسئله‌ای هست مانع هست، مسئله خانوادگی، مسئله مالی، مسئله کاری یا هر مسئله دیگه‌ای که باعث شده شما دو نفر از هم جدا بشید، ببینیم که و طرف مقابلتون خیلی داره از من میبینم دریافت کمک رو داره. ببینیم که آیا کائنات این عشق رو به هم دیگه وصل میده؟ دوستان عزیزم رو وصل میده؟ اینایی که مشکل دارن از تاروت میخوام که بگه این رو به ما. Two of Wands با کارت دو چوب داره نشون میده که این شخص، حالا طرف مقابلشون، در حال حاضر اگر شما ازش جدا شدید یا هنوز هم در رابطه هستید و رابطه سرد هست، شما یعنی ایشون داره نقشه میکشه که به سمت شما بیاد و این مسئله، این ریلیشنشیپی که روی پاز و سکون قرار گرفته برای یه مدتی، نقشه هایی داره میکشه. من چیزی که میبینم نقشه هایی داره میکشه، برنامه هایی داره برای این رابطه و میخواد که این رابطه رو از پاز در بیاره. تا 2 وعده دیگه خبری از پارتنرتون خواهید داشت، دوستانی که الان رابطه کات شده. تا 2 وعده دیگه به سمت شما یک خبری ازش دارید به سمت خودتون و حالا میتونه این خبری باشه که حالا من کارهام رو برنامه ریزی میکنم. حرفی که برای شما داره این هستش که من دارم کارهام رو برنامه ریزی میکنم، یا اینکه فلانی بیا بشینیم با هم صحبت کنیم، ولی این دفعه صحبت‌های ما اینکه تو رو عصبی کنه یا اینکه من حرفای تکراری بزنم یا حرفای تکراری بزنیم نیست. یک نقشه هایی داره میکشه و پلن هایی داره طرف مقابلتون. دوستان خوشحال باشید. 2 وعده دیگه، 2 وقت دیگه اگر تو رابطه هستید، رابطه سرده، تا 2 وعده دیگه این اخبار رو از زبونش میشنوید، از برنامه هاش خواهد گفت یا اینکه نقشه هایی که و پلن هایی که داره برای زندگیتون. میخواد که این مسئله و این رابطه ریلیشنشیپ رو پررنگ کنه. اگر توی رابطه باهاش هستید، رابطه ازدواجی بودید و رابطتون سرده، قراره که این شخص اگر توی مسائل کاری و مالی مشکل داشته، یک کار و یک مسئله کاری خوب، تا 2 وعده دیگه به سمت این شخص میاد و این شخص خب از نظر مالی وضعیتش بهتر میشه، شاید کارش رو عوض کنه و این زحمتش یا این تعداد ساعتهایی که بیرون هست و شما انتظارش رو میکشید کمتر باشه، یا اینکه یک فکری به نظرش میرسه که بخواد عملیش کنه و وضعیت مالیتون دوستان بهتر بشه و کلن راضی ترتون بکنه و راضیتون بکنه. بریم ببینیم که آیا برای دوستانی که کات هستن یا اینکه توی رابطه هستن، رابطه خیلی طولانی شده، آیا این پلن ازدواج هست؟ آیا خبر ازدواج
او چند تا کارت افتاد. کارت هیروفنت، بله خبر ازدواج ممکنه شاملش باشه، اما گفتم چیزی که هست اول نقش است. یعنی اول حالا شما هر ریلیشنشیپ و هر رابطه‌ای با این شخص دارید یک پلن هایی داره. حالا واسه اونایی که میخوان قصد ازدواج دارن با طرف مقابلشون و ازش میخوان بشنون که در مورد ازدواج صحبت بکنه، میگه صحبت میکنه، اما زمانی که این مسائل مالیش، حالا گفتیم مسئله ممکنه هر مسئله‌ای باشه، هر مانعی باشه، اما بیشتر مانع مالی و مسائل مالی رو نشون داد. میگه که حرف از ازدواج میزنه، اما قبل از اون یه سری مسائل هایی رو میاد و در موردش صحبت میکنه و در واقع نقشه هایی قراره بکشه که استپ بعدی و قدم بعدی ازدواج هست. الان در حال حاضر تکلیف خودش رو با خودش میخواد مشخص کنه که چجوری این مسئله و این مانع رو برداره که بتونه در فصول بعد یا در مراحل بعد این مسئله به سمت ازدواج بره. خب دوستان عزیز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این انرژی خوانی. اگه دوست داشتید حتما برام لایک کنید این ویدیو رو. دوستان سابسکرایب کنید منو اگر تو کانال سابسکرایب نکردید تا حالا. شما رو تا انرژی خوانی بعد به خدای بزرگ و مهربون و دست کائنات میسپارم. امیدوارم در نور باشید و در نور بمونید.